به نام خدا و با سلام. تو این ویدیو میخوایم بریم دیباگینگ از ویژوال استودیو بگیم، هم در سطح یوزر هم در سطح کرنل. خب برای راه مختلفی هست. اگه تو اینترنت سرچ بکنید به صورت دستی برای سه تنظیمات دیسه دستورات CMD اینا بزنید، ولی ما تو این ویدیو میخوایم یه راه ساده بگیم که اتوماتیک خود ویژوال استودیو همه این کار رو انجام میده. اول از همه برای کرنل باید یه نرسه تون سیستم هدف نصب کنید. و برای این دیباگ کلا برای اینه که حالا شما تون سیستم دیلیور میکنید تو همون تست انجام ندید، توی ماشین مجازی تست کنید که اگه خراب شد هر چیز شد مشکلی نداشته باشه. خب وقتی ویژوال استودیو نصب کردید در دیگه نصب کردید میرید توی مسیر و حالا بسته که اون سیستم 3264 ما الان چون 64 بیتیم میرید مفصل 64ش و یه فایل نصب در برای دیکی تست تارگت ستاپ اینا کپی میکنیم توی اون سیستمی که میخوایم دیباگش کنیم. خب من پیست میکنم و میزنیم که نصب بشه. خب تو این سیستم خب این نصب شد، نصبش چیز خاصی نه، هم بودش صحیح انجام میشه. IP کانفیگ میگیرم تو رنج 198. خب این IP شو باید داشته باشیم. حالا این نصب شد دیگه با این کار نداریم، بریم توی قسمت اکستنشن درایور تست کانفیگور دیوایس اد. خب یه اسم میدیم مثلا دیباگ، IP سیستمی که میخوایم دیباگش کنیم رو میدیم 170.128 و حالا پایینیر نمیزنیم، پایینی دستی باید خودتون به یه سری کامانداتون سیستم هدف بزنید، یه سری چیزا در بیارید و اینجا باید کنید. تو این مثلا اول رو میزنید که خوش اتوماتیک به این چیزا نصب کنه. خب اینجا یوزر مودش خوش گفته اتوماتیک، کرنل مودش از طریق شبکه، حالا در بشه مثلا سریال و این چیزا هم داره، حالا شبکه راحت تره. خب یه سری پورت و کلید و IP و اینجا دقیق کنید که این IPه و تو اون رنج IP اون ماشین مجازی میشه. اگه مثلا رو ویورتون چند تا شبکه دارید نه تو نه هاست اونلی اینا دقیق داشته باشید. الان ویورتون رو هاست اونلی مثلا برای من مثلا رو هاست اونلی، اینجا IP اون رنج هاست اونلی باشه. اگه نیست اون کارترگار میتونید بر فعال کنید و اینجا خوش اتوماتیک فقط همون هاست اونلی داشته. خب من اینا میزنم ادامه بده. خب این خودش الان میره تو اون سیستم و اون چیزایی که لازمه رو نصب میکنه و همه تنظیمات رو انجام میده تا بیاد. یه نکته که قبل این بیاد انجام بشه این خودش ساین اوت میکنه، میره یوزر میسازه، با اون یوزر لاگین میکنه و کارا این WDK ریموت یوزر توی همه کارا توی میکنه. این نکته که اینجا هست که دقت داشته باشید اگه رو سیستم که دارید تست میکنید، مثلا من ویندوز 11 برای من ویندوز 11 28 توی ویژوال استودیو 2019 ویندوز 11 خب برای نصبش سکیور بوت اینو باید فعال باشه و یا با اون طرفنده اونا رو دور بزنید، ولی من با اون طرفنده این سکیور بوت فعال کردم، TPM هم ساختم و نصب کردم ویندوز 11 رو. وقتی خب باز نصبش سکیور بوت هم میخواد، وقتی اومد بالا و نصب شد دیگه حالا میتونید یه اسنپ شات از اون حالت خامش داشته باشید و برای این بحث ریموت دیباگ باید سکیور بوت دایر فعال باشه. پس قبل این کارش چیز گرفتید اینا هم خب میزنیم چون یوزر جی ساخته. بعد اینکه اسنپ شات از پیر گرفتید سیستم رو خاموش میکنید، ماشین مجازی و ببینید خوش داره نصب میکنه. ماشین مجازی و چیز بکنید، خاموش بکنید و بعدا سکیور بوت رو چیز کنید، سکیور بوت خاموش کنید، دوباره روشن کنید و وقتی اومد بالا این کارهایی که من کردم که من بیا قبلش سکیور بوت رو فعال کرده بودم. خب این بریم ببینیم تمام شده نه انزیزر مونده. خب این باید تا آخر بده تا تمام تنظیماتی که میخواد چیزایی که میخواد نصب کنه رو انجام بده. پس این نکته این که اولا اون جایی که دارید تنظیمات میسازید دقت کنید که شبکه چون با کارشبکه اون سیستم وای فی که تشخیص یکی باشه، دوم سکیور بود غیر فعال باشه.
خب دیگه فکر کنم آخراش نکاتی هم که لازم بود و گفتم. الان ممکنه بعدش یه ریستارت هم بشه خودش. خب این که تموم شد ما اول میریم سراغ کرنلی و بعدا یوزر مولو میگیم. خب یه چند دقیقه طول میکشه باید حوصله بکنید. خب میگه ریستارت هم میشه احتمالا سیستم برای اینکه اون تنظیمات رو که زده اعمال بشه. خب ما منتظریم که این تمام بشه. اونا اگه ریستارت لازم داره خب تا اینکه اونم برای ریستارت شد ریستارت شد. این هم که الان نمیتونیم پشت رو ببینیم پس هیچ منتظر باید میشیم تا ریستارت بشین برای نهایش هم بره و ادامه بدیم. خب این میاد و همچنان منتظریم و اون چه خب منتظریم هنوز و برای اینکه حالا خیلی هجم فیلم داره بالا دیگه موس و تصویر خیلی تکون نمیدم ثابت بمونه و منتظر میشیم تا این عملیاتش تموم بشه. اونور که اومد بالا و اینم مراحل نهایش داره انجام میده. ببینیم داگی میخواد یا هم نه خوشبهی شده و خوشبهی شده. خب تموم شد. منتظریم تا این فینیش و نکسش فعال بشه. اونور کان تموم شد. نکست فینیش اپلای اوکی. خب الان تنظیمات مربوط به دیباگ کرنل و یوزر مود اونجا انجام شد. خب ما اول از همه برای اینکه تست ببینیم کارات درست شده نه میاییم تو قسمت attach to process. خب اینجا راز دیفازش پروسس های سیستم جاری که هستی نشون میده. میریم توی حضرت کرنل باید اون تنظیماتی که ساختیم رو انتخاب کنیم. مثلا بگیم کدام سیستم رو میخوایم سر دیباگ تنظیماتش هم انجام شده همچنین اوکیه. لیست پروسسش یه دونه فقط میاره اونم کرنل. پس این نشون میده که ما میخوایم کرنل اون سیستم رو دیباگ کنیم. خب بهش اتش میکنیم waiting to reconnect. اگه اوکی شده باشه کانکتد میشه. خوش میگه کانکتد شده و میره جلو تا یه چند ثانیه طول میکشه تا خط فرمان دیباگ فعال بشه. خب اگه نگاه بکنیم من اینجا برم بینید کار میکنم چی. خب این بیش اتش شده. ما اگه این پاز رو بزنیم کلن میبینی خط فرمان فعال شده و میتونیم دستورات ویندیمیجی رو اینجا بزنیم. خب اگه اینجا رو نگاه کنیم میبینیم دیگه موسم قفل شد. یعنی کلن سیستم کرنلش هنگ کرده. خب مثلا میتونیم BL بزنیم. خب یالا این چیزایی که من قبلا زدم BC استارت میکنه تمام بریک پوینت بارک بشه. خب مثلا من اینجا خب فقط این دیگه بریک پوینت های حالا اینجا رو با اونجا یه ذره فرق میکنم. مثلا اونجا پارک میکنین اینجا اعمال نمیشه ولی مثلا الان من همه رو پارک کردم BL بزنم بریک پوینت نداریم. یه دونه تو درایو انتری یعنی همون تابع اولیه بین درایور میذارم. الان BL بذارم میتونیم چک کنیم بعد خط 60 که سورس اون بریک پوینت گذاشته شده. پس اینجا که میذاریم معمولا اینجا اعمال میشه ولی وقتی از اینجا پارک میکنیم بعد
از جالا دستی یا دونه دونه یا کلی پاکش کنیم. حالا یه سری هیروگرایی که شاید تو ورژن بالاتر رفت شده باشه. خب ما الان بری پوینت ما گذاشتیم و اگه حالا کانتینیو یا جی یا که گو هست بزنیم دیگه دوباره ویندوز در حالت معمولی با میتونیم کارمون رو بکنیم توش. خب حالا ما باید درایور رو به سیستم هدف منتقل کنیم. 64 دیباگ ما این درایوری که حالا بیندش کردیم. خب اینجا کپی میکنیم، یه CMD باز میکنیم، ران از ادمین باید داشته. خب بعد این درایور رو نصب کنیم. اول خب من میرم CD با کی سلش میکنم CD یوزر، تو این یوزر جدیدی که ساخته میریم اولش CD نقطه برکت سلش یوزر در نیو هم در DK ریموت یوزر رو میریم توش و میریم تو لیستافش یار میگیریم و بعد درایور اونجا هست CS create میکنیم. خب دستور CS create یه اسم میدیم، مثلا تست درایور، اسم سرویس نیم درایور رو میدیم، یه بین پد میزنیم، مساوی فاصله میدیم، مسیر درایور اونو مشخص میکنیم و یه تایپ میدیم مساوی با کرنل. خب میبینیم که با مفرد ساخته شد، یعنی دستور درست زدیم. و حالا اگه CS start بکنیم تست درایور رو لود میشه. خب من این کارو نمی کنم، من برای اینکه حالا سریوی بعد که بخوام درایورمون رو هر درایور یا دیباگ من حالا این درایور هر درایور دیگه یه استفشل از این حالت میگیرن که دیگه سری باید نخوام اینا همه رو انجام بدن، آماده بشه و بدن فقط اون اسنپ شد و دیباگ هم رو شروع کن. خب این تا بیاد من اینجا خب این حالا اتچ هستیم و فقط با اگه حالا استارتش بکنیم خب بیاد اون درایور رو لود میکنه و استارت میکنه و درایور انتریور فرام میخونه. سر این بریک پوینته باید بمونه. خب این چیز شد، من استارت کردم. الان تو سیستم اصلی خودم اومد سر اینجا که بیگمون گذاشته بودم وایساد. باید این هم مثل دیباگ معمولی میتونیم خط به خط F10 بزنیم و F11 بزنیم بره توی حالا توابع مختلف و همین دیگه. خب باش دیباگتون رو انجام میدید و هر کاری میخواید میکنید. پس این که دقیقا خط به خط میتونیم دیباگ بکنیم. حالا دیگه استابش که بکنم دیگه از حالت اتش هم میاد بیرون و حالا میبرم چون چیزه میبرم روی اسنپشاتی که گرفتیم که برای یوزر مودم چیزی بکنم. بس دیدیم که الان یه درایوری رو ما لودش کردیم، بریک پوینت گذاشتیم و توی خط به خط دیباگ مونیم و تو اون سیستم هست سیستم ماشین مجازی که ازش اسنپشات گرفتیم و اگه خراب بشه هر اتفاقی میفته مشکلی ایجاد نمیکنه، راحت میتونیم خط به خط مثل یوزر مود مثل تو سیستم خودمون چیز رو کنیم دیباگش کنیم. خب این برای کرنل مود بود، ریموت کرنل دیباگینگ بود. من هیچ تنظیم خاصی نداریم، فقط یه نارو نصب کردیم. اینجا من یه آی پی اونجا داریم، خودش نصب کرد، یه یوزر رو یه نوسا رو نصب کرد و ما بهش اتش کردیم و چیز کردیم. حالا یوزر مود فرق یه برنامه یوزر مود نوشتید، خب معمولی که میتونید تو هم سیستم خودتون دیباگش کنید و که قبلا چیز ساده بوده انجام بدید. ولی فرض همین برای یوزر مود هم نمیخواید تو سیستم خودتون اجرا کنید، میخواید یوزر ریموت توی سیستم دیگه اجرا کنید ولی اینجا دیباگش کنید. خب میریم این فایل بیلدش کرد.
خب میریم فایل خروجی اون برنامه یوزر مودمون پیدا میکنیم. یه نکته که داره، اینجا باید اول اون برنامه که میخواید دیباگ کنید اجرا بکنید تا تو لیست پرسه این ور بیاد. بزن نشون میده. پس بعد اول برنامه یا قبل از اونجایی که میخواید دیباگتون شروع کنید یه چیزی بذارید که متوقف شه. ما هم مسیج باکس گذاشتیم. مسیج باکس که بذاریم خب برنامه در اونجا متوقف میشه و شما بعدا میتونید اینجا بهش اتچ کنید و از اونجا ادامه بدید. خب من خب پس اینو برم میبرم توی اون سیستمه. خب اینجا دیگه حالا با اون چیزی که کاری ندارم، همین رو به صورت عادی میخوایم اجرا بکنیم. خب ببینید اگه من الان از کجا باید دوباره کنم؟ دوباره میان توی ادش پروسس و دیگه نمیریم توی کرنل، بریم توی یوزر مود. یوزر مود دوباره اون سیستمی که میخوایم دیباگ کنیم که اینجا اسمش نوشتیم انتخاب بکنیم. خب الان لیست پروسس های اون بر آورده. اسم اون برنامه که مراجعه کنیم چیه؟ پراجکت فکر کنم. معنی پراجکت یکی. خب هنوز اجراش نکردید. الان اگه اینجا نگاه بکنیم همچون چیزی نداریم. خب پس اول باید اجرا بشه تا بعدا بهش اتش کنیم. خب من اینجا اجراش میکنم. یه چند ثانیه صبر کنیم اجرا بشه. یعنی کانتست آنتیفیکس اسکن میشه. خب الان برید برنامه اجرا شده و اول برنامه اون مسیج باکس متوقف شد. با اگه اینجا رفرش بزنیم بعد الان اومده باشه تو لیست پروسس های اون سیستم. خب بله پراجکت یک اومده، من بهش اتچ میکنم. دوباره هم خط فرمیه دیلا داره لود میکنه و میگه متوقف شد. خب حالا من جیا میزنم که ادامه پیدا بکنم. الان ببینید من اگه اینجا ببینید که این برنامه هنگه، یعنی کار میکنه. من اگه جیا بزنم دوباره ادامه پیدا میکنه. خب ببینید که از حالت هنگی در ما میتونیم اوکی. خب الان اگه اوکی بکنم ادامه برنامه اجرا میشه. خب من یه بریک پوینت میذارم بعد از مسیج باکس که حالا هم میذاریم برایتون که بعد اینکه مسیج باکس من اوکی کردم بره خط بعدی وایسه. خب بریم ببینید اتفاق میفته اینا. توی ماشین مرزی اوکی میزنم. خب میبینید که آره میبینید که سر این خط چیز موند و میتونیم ما خط به خط دوره اجراش کنم و این اجرای خط به خطم توی اون سیستم هدف داره اتفاق میفته و در نهایت هم دیگه بسته میشه. و این هم از ریموت کنل چیز یوزر مود ریموت دیواگ بود. خب تو فکران هم مرتبه گفتم. حالا ما به سایت 17 یوزر مود کنل